با درود و مهر بسیار سیمانه و با سپاس فراوان از لطف و رهبری برنامه امشب ما شما با دوش دارین، با سپاسگزاری و اجازه بدیم که به نام خداوند داد و خرد برنامه امشب آغاز کنیم. و پیش از همه روزهای پاک و خجسته ماه روزه یا رمضان که روز ماه نیایش و اطاعت عبادت است، به همه شما شاد و خجسته بخواهیم. روزهایتان پذیرای درگاه یکتا و نیایش‌هایتان قبول بود. با همال میریم به سراغ برنامه امشب ما. در برنامه امشب ما چنانچه که باید اول نخست درباره جایگاه زبان پارسی در هویت تاجیک خدمت شما مطالب دارم که با استفاده از کتاب و آثاری که در این باره نوشته شده خدمت شما عرض میکنم. بعد از اون تبار پیشی تاریخی تاجیک‌ها را خواهیم رفت و در فرجام پیوند زبان پارسی با فرهنگ و هویت تاجیک مطالب خواهم تقدیم. دوستان عزیز، آیا واقعا زبان هویت است؟ یک پرسش بسیار بزرگ است. از سالهای متمادی این پرسش در برابر جامعه و مردم قرار دارد. خب من گریب که دانشمندان در این چی بوده میاندیشن. البته یک دانشمند مصری است به نام ساطع الحصری در کتاب خود اللغه العربیه و هویتها و می نویسه که من کلمه باللغه العربیه فهو عرب. میگه کسی که با زبان عربی صحبت میکنه عرب است. اینجا میبینیم که زبان اساس هویت یا به اصطلاح ساختار هویت و ماهیت هویت انسان ها را زبان میسازه. یعنی میگه کسی که زبان عربی صحبت میکنه ولو یه آدم در مصر گروپ خون گپتی داره و یا سوریایی است و یا لبنانی است و یا اردنی است، هزار گروپ قماش فکری و گروپ خونی که است زبان عربی صحبت میکنه بنان عرب است. و جالبش است که تنها اسلام مطرح نکرده. ما در مصر عرب هایی داریم که عربی زبان هستند ولی مسیحی هستند. ما در سوریه ایزیدی ها را داریم و گروه های دیگه مختلف فکری را داریم. برای بنا ما می‌بینیم که زبان با هویت پیوند دیالکتیک مستقیم و راسی داره و تقریبا اساس هویت زبان میسازه. دو مثال دیگه اجازه بدین بریم. در مورد زبان فرانسوی، کسی که زبان فرانسوی یا زبان فرانسوی زبان مادریش صحبت میکنه، اگر در کانادا است فرانسوی است، اگر در سوئیس است فرانسوی است، اگر در خود فرانسه است فرانسوی است. یعنی هر کسی در هر نقطه زمین که زبان فرانسوی صحبت میکنه او آدم فرانسوی است. پس در زبان فرانسوی هم ما یک سنیافیم 100% هویت و زبان پیوند داره. ولو یه آدم در کانادا به دنیا آمده، ولو خانوادهش از دیگه جای بوده یا ازدواج کرده، اما چه زبان مادری فرانسوی است، برای بنا یه آدم فرانسوی است. یک مثال دیگه میکنم. در مورد زبان پشتو میگیره. زبان پشتو میگه که سوک چه پشتو خبری کنی یا پشتون ده یا افغان ده اونمو زبانش هست، اونمو هویتش هست. یعنی ما پشتون ده نمیشناسیم که زبان پشتو ندانه، یا اگه نمیدانه زبان مادریش فارسی است اما با واسه از اون هویتش پشتون است و وابستگی خود به قوم پشتو و زبان پشتو میده. ولو یه آدم در افغانستان است یا در پاکستان است یا در هر نقطه دیگه که است. یا مثلا زبان ازبکی رو مثال میدیم یا زبان ترکمنی ده. ما می‌بینیم در بخش از زبان ها هویت مستقیما به شخصیت و زبان داره. یک مثال از زبان انگلیسی رو میتیم که بالکل در یک بعد دوگونه دیگه قرار داره. هر کسی که زبان انگلیسی میدونه لزوم انگلیس نیست. مردم کانادا انگلیس نیستن، زبانشان انگلیسی است. مردم امریکا انگلیس نیستن ولی زبانشان انگلیسی است. امریکایی انگلیسی زبان هستن، استرالیایی انگلیسی زبان است، یا نیوزلندیایی انگلیسی زبان است. و حتی در هندوستان ما می‌بینیم زبان رسمیشان پاکستان هندوستان زبان هندی است، زبان انگلیسی است. اما اصولا نه هندی نیست، انگلیسی نیستن. پس زبان در مورد انگلیسی، زبان انگلیسی که یک زبان جهانی است، هویت تقریبا 100% متفاوت است. یعنی زبان هویت نیست، یک بخش از هویت است. در زبان فرانسوی، در زبان عربی کاملا هویت و زبان پیوند دیالکتیک داره. اما در مورد زبان انگلیسی هویت یک بخش از زبان است. یعنی اگر انگلیسی در انگلستان به دنیا آمده و طبیعی انگلیسی است ترکیب انگلو ساکسن ها، انگل ها و ساکسن ها و برتون ها تشکل شده، این مردم انگلیسی هستند. دیگران انگلیسی نیستن. کسی که جمهوری انگلستان زندگی میکنه، حتی آیرلند شمالی از جدا زبانشان آیرلندی است و اسکاتلندی ها همچنان اسکاتلندی است. اما میبینید که در زبان انگلیسی استفاده میکنن 50% و تا در جای 20% در جای 10% هویت با زبان پیوند داره. در مورد زبان پارسی خودمون میبینیم. زبان پارسی
که ما هویت به نام فارسیوان داشتیم 100% صدق میکنه. یعنی هویت یک کسی که زبان فارسی می صحبت میکنه و پارسیوان باید میگفتیمش، در اون 100% زبان فارسی صدق میکنه. یعنی هر کسی که زبان فارسی صحبت میکنه زبان مادریش فارسی است، پارسیوان است. در کامل ما فارسیوان میگفتیمش یا پارسیوان میگفتیم. اما در مورد تاجیک، کسی که تاجیک است، هویت تاجیک بودن از این وابسته به خون و رگ و پوست است که این آدم به خود گرفته. مثلا ما تاجیکایی داریم که زبانشان فارسی میدانن، زبان فارسی میدانن، اما زبانشان تاجیک سنگلیچی است، زبان مادری سنگلیچی است، اما هویتش تاجیک است. در بدخشان زندگی میکنه، زبانش زبان مادریش به اصطلاح واخانی است، اما هویتش تاجیک است. زبان مادریش منجانی است، اما هویتش تاجیک است. یا براوی داریم، یا مثلا ما مردم داریم که برکی راجانی داریم که زبان برکی راجانی صحبت میکنن، همون هویتش هم تاجیک بودن. پس می‌بینیم که در تاجیک 90% هویتش زبانش است. یعنی هر کسی که زبان فارسی یا تاجیکی میدانه، اما در تاجیکستان باز گونی دیگه است. هر کسی که تاجیکی میفهمه زبان تاجیکی تاجیک است. اگر نمیفهمه تاجیکی، تاجیک نیست، زبان مادریش تاجیک نیست، تاجیکی نمیفهمه تاجیکی نیست. این زبان نام فارسی تاجیکی شده و زبان هویت اصلی شده. اما در افغانستان ما میبینیم که واژه تاجیک بسیار فراگیرتر از زبان است. یعنی 90% هویت تاجیک‌ها زبان فارسی تشکیل میده، اما 10% از این زبان‌های واخانی، شغنانی، منجانی، برکی راجانی و به می ترتیب. حتی ما تاجیک‌های داریم زبان مادریشان پشتو است در لغمان. مثلا ما در خندهار زبان‌های مادریشان پشتو. حتی بسیار جالب است، ما تاجیک‌های داریم کاملا پشتو صحبت میکنن، تا بسیار فارسی کم میفهمن. او تاجیک‌هایی است که در بخش‌های مختلف از مناطق پشتونشین زندگی میکنن. اینا تبارای مردم هستن که زبانشون کاملا پشتوست ولی فارسی هویتشون تاجیک است. پس به حساب اگر ما باعث فارسی را باعث یک زبان بگیریم و تاجیکی را تاجیک باعث یک هویت بگیریم، 90% زبان با هویت پیوند داره. اما اگر زبان به نام تاجیکی بگیریم، 100% هویت با زبان پیوند داره، مثل فرانسوی، مثل عربی. وقتی ما زبان تاجیکی، هویت تاجیک با او پیوند دیالکت داره. اما میگه زبان فارسی داری و اگر داری بگیم میشه ملکو خرابتر میشه. و ما میگیم زبان فارسی داری، در اون حالت زبان 90% هویت ما رو میسازه. 10%ش زبانهای فامیلی است، یا زبانهای برکی راجانی است، یا مثلا زبان پشتو است که در قندهار و در بخش از ولایت پکتیا اون جایی که هویتاشون تغییر خورده، اونا حتی در منطقه پشتونستان تاجیکای ما داریم که زبانشون بالکل تغییر خورده، پشتو صحبت می‌کنن، بسیار کم فارسی. اون نمونه‌هایش در فیلم‌ها شما دیدید. پس برای این حساب ما در مورد زبان فارسی و جایگاه زبان فارسی در هویت تاجیک یک چیز باید جدا بدیده داشته باشیم. یک، کسی که تاجیک است هویت با زبان فارسی 90% با زبان است. 10% تاجیکایی که زبان مادریشان فارسی نیستن، اونا هم با زبان فارسی پیوند دارن، صحبت میکنن. از اونا هم تقریبا هویتشون با زبان فارسی پیوند دیالکتیک داره. زبان ما چرا فارسی است؟ و در درس‌های قبلا در مورد زبان فارسی تاریخچه پیدایشش که این نام از اپایر سینه گرفته شده، از مردم اندراب، از مردمی که در اوستفرنگ زندگی میکنن، از مردمی که در بلخ زندگی میکنن. اینا نامشان اپایر سینی ها بودن که فارسی شده و هیچ چیز دیگه، نه پرسوی، نه پارتی، نه پارتاگانه که نام ایالت پارس ایران امروزی است. اینها هیچ کدامش نه تغییر خوردن نه نام تغییر خوردن، بلکه اپایر سین واژه پارسی شده و یک هویت قانونی است و ما پارسوها را داشتیم در دوران کوشانیان. این در درس قبلی براتون صحبت کردم، تکرار. اما نام زبان ما را چرا به نام دری ماندن؟ دری هم هویت شهادت کردم براتون که نام زبان ما در آثار سنگ‌نوشته‌های اخوامنشیان با نام زبان آری و آریایی آمده. در اسناد سنگ‌نوشته‌هایی که از یک کولنگ از جا پیدا شده با نام زبان آری آمده و دی آریو بسیار ساده به دری تبدیل شده. هم از ما است، اما در دری صفت زبان فارسی است. اما زبان فارسی، نام فارسی یک نام جهانی است و در تمام سرزمین افغانستان امروزی مردم لغمان فارسی خبر میگفتن، فارسی که بزن. ما فارسی لغمانی داریم
گویش لغمانی که او بچه نبره، او بچه نبزن، او بچه نبخو، رفته استی، خورده استی، برده استی، اطلاع میگن. حتی اینمی هم هویت بسیار باستانی داره. پس مردم لغمان به اساس اسنادی که به دست آمده تقریبا متاسفانه اقتدار از اون هویتشون تغییر خورده. نامه‌هایی را که نایب میرزا خان لوگری و عبدالله خان اشکزئی از لغمان جلال آباد نفر گرفته برای مبارزه علیه انگلیس میفرسته. این به اصطلاح در نامه خود چیزی به نام خراسان داره، با این باعث رهبران زمین خراسان. در نامه خود ذکر میکنه که از قوم تاجیکی لغمان 5500، از قوم افغانیه جواجی پشتونش به کار نمیره، از قوم افغانی لغمان 520 یا 510 یا 550 نفر. شما تناسب 5000 با 500 ببینید. مردم لغمان هویتشان تا بسیار سالها زبانشان پارسی بوده، ولی متاسفانه وقتی که زبان پشتون گرفتن هویتشان هم تغییر خورده، پشتون شده. چون بین پشتون و تاجک از لحاظ دینای خونی تفاوت وجود نداره. یا دوش آریایی آریکاس اپلین خونایشان، اپلینشان خونایشان آریکای آریایی است. خوشبختانه 60 تا 50 تا 60 تا که باز کسی از یک منطقه زیادتر داره، از یک منطقه کمتر داره، اما این است. ولی اینا لغمانی بسیار به صورت هویت خود تغییر دادن، خود پشتون ساختن. به همین ترتیب در ولایت نینگرهارا که ما نینگرهار میگیمش یا نینوهارا، در اینجا هم هویت پشتون ها تقریبا دمی نامی بعدی که باز نشته کرده که از ولایت از مردم ولایت میشه که از ولایت نینگرهار، از نینگرهار میشه ولایت از نینگرهار، از تاجیکی، از تاجیکی نینگرهار تقریبا حدود 4400 نفر و از تاجیکیش از پشت افغانیش حدود 2000. این در جلال آباد هم تناسب قوم تاجیکا اکثریت نسبت به قوم پشتون بوده. به همین ترتیب در تمام افغانستان در قندهار در اینا. ولی به مرور زمانات تغییر میخوره، هویت هم تغییر خورده. پس زبان پارسی با مثابه ستون فقرات و نماد اصلی 90% تبار تاجیک زبانشان پارسی است. زبان تاجیکی یا زبان پارسی ما رو میتونیم به نام پارسی دری هم استفاده دری هم برای ما ارتباط داره، نه به هیچ کشور دیگه. امی است که هر کسی که زبان پارسی که نام عمومی جهانیش است، چرا تقریبا حدود 67 یا 70 دانشگاه یا موسسات آموزشی عالی که به شکل انستیتوت دانشگاه هستند، زبان به نام پارسی است. تنها در مسکو، در انستیتوت زبان شناسی مسکو به نام دری پارسی از هم جدا کردن، دیگه جایی نیست. در تمام ایالات دیگه در هندوستان یک چیز است، زبان فارسی است. تا مردم هندوستان زبان دری هیچ نمیشناسن. در تقریبا ما در جستار که به نام پارسی دری، پارسی هندوستانی یا دری افغانی نوشته کردیم، در اونجا ما نام دری هیچ سنده که در پاکستان، در هندوستان قدیم چاپ شده باشه، در حدود 1000 نون کتاب است. در هیچ نون کتابش ما به نام دری نداریم، در تمامش پارسی است. مردم کابل تا سال 1343 زبانشان پارسی بود، هویتشان پارسی بود و کلیس پارسی و خودشان پارسیوان میگفتند. به همین ترتیب متاسفانه بعد از اینکه ناسیونالیسم افغانگرایی و پشتوگرایی رشد کرد، با آمدن کسی به نام محمود طرزی که پدر عبدالله خان را از افغانستان کشیده بود، باز طبیعی بود پدرش عبدالله خان طرزی در ترکیه تبعید بود و وقتی دوباره بخشیده شدن آمد، یادم با خود انور پادشاه را که یک از مشاوران خاص بود و دوران ناسیونالیسم افراطگرایی آلمان به صورت رشد کرده بود و پیروز شده بود در منطقه جهان. همین مسئله برای پان ترکیزم ایجاد شد و ترک‌ها زبان ترکی ساختن و قبل از اینکه زبان فارسی زبانشان بود از دارات خود جمع کردن. به هر صورت در دورهای مختلف به می ترتیب در دوران امان الله پادشاه یک گروه تفکری اندیشه در افغانستان تنشین میشه با آوردن افکار و اندیشه های ناسیونالیسم افغانی. گویا شماره دوم سال 1228 با حمل جدی سراج الاخبار افغانیه، امی محمود طرزی نشته میکنه ما تبار داریم به نام افغان، زبان داریم به نام افغانی که اشرف مخلوقات آریایی هستند. خود افغان و زبان خود افغانی میگن و زبان پارسی رو زبان بیگانه میگن. از این دوران
به اصطلاح جهش به منظور پارسیتیزی آغاز میشه. ولی خود محمود طرزی نه زبان پشتو میدونه نه پشتو نشته میکنه، زبان ادبیاتش کاملا فارسی است. سراج الاخبار افغانی یک شماره‌ایش هم به زبان پشتو یا افغانی نیست و دهی سند داره. اما متاسفانه تفکر در کشور ما تنشی میشه. مسئله عظیمیه که انتقالات نقل انتقال و قانون نقل نامی و نظام نامی نقلی مطرح میکنن، اقتصاد پشتونا رو به شمال انتقال میتن. و اساس تفکری که عبدالرحمن خان در جنگ‌های خواب عبدالرحمن خان شما میفهمید که از طریق روسا آمدن، از بخارا فرار کرد و بالاخره آمد به کمک انگلیس و کمک پادشاهی دیگه. بازی آدم رفت کلمونا از مردم تاجیک و ازبک در بلخ جور کرد و کلمونا از مردم هزاره جور کرد. و کلمونا از آرستانش بسیار مشهور است، ولی کلمونا را که از ازبک تاجیک در تخار و بدخشان ایجاد کرده بود. متاسفانه تاریخ هیچ کس نمیده. دیگونه جستار که دی پرداخته من شکل کلمونا رو دومی عبدالرحمن خان در اوج بود. عبدالرحمن خان در فکر از این مفته که ما باید قوم افغان تیت کنیم. در اون دوران این تفکر مطرح میشه که ما باید انتقال بدیم این مقدار افغانا را از جنوب و شمال و در اوج کاملا تاجیک، منطقه تاجیک و ازبک نشین هستن و ترکمنشین هیچ پشتون افغان ندارن. بنابراین در فکر زمین میفتن، باز نظام نامی نقلی مطرح میکنن و نظام نامی نقلی بر اساس از انتقالات صورت میگیره. و دومین مبارزه که صورت میگیره به اصطلاح بعد از اون، البته دوران مولا خان، همه مسائل به زبان فارسی است. در شناسنامه تذکره خودش امیر مولا خان محمدزایی نوشته است چیزی به نام افغان پشتون نوشته نیست. هیچ اسناد وجود نداره. فارسی پولش روپی کابلی است، روپی کابلی است به زبان فارسی است. یک روپی کابلی، دو روپی کابلی، سه روپی کابلی و نظامش است نظام شاهی افغانستان، نظام شاهی افغانستان، ولی روپی کابلی است. می‌بینیم که سرود و نامه ها و اسناد بانکی بانکدار تمام به زبان فارسی است. اما بعداً وقتی که اعلیحضرت امیر حبیب الله کلکانی شادروانی شهید قدرت میگیره، و آدم تحولات بسیار بزرگ رو میاره. همه می است که چیزی به نام زبان دیگه غیر زبان فارسی در اداره دولتش بکار نمیبره. اگر مقررات قانونی وضع میکنه همه به زبان فارسی است. تا دورانی که نادرخان با کمک مردم پکتیا و انگلیس با قدرت میرسه و کابل فتح میکنه، از این دوران آغاز میشه گرایی به طرف زبان پشتو و مخالفت با زبان فارسی. گرچه خود نه نادرخان نه ظاهرخان و نه داود خان هیچ کدام از اونها زبان پشتو نمیفهمیدن و به اصطلاح مردم دیراودی هستن. در پاکستان تولد شدن، از هندوستان پس کشمیر سنا آمدن، در اینجا از خانواده مصاحب میگنه که قوم بر از اونها جور کردن. ولی به همال مبارزه با زبان فارسی بسیار به سرعت انجام میشه و انجمن ادبی کابل ایجاد میشه و تعقیبش در دوران هاشم خان کوکاش که ظاهرشاه پادشاه میشه و آدم صدراعظم میشه. کارهای وحشتناک صورت میگیره. انجمن ادبی کابل به نام پشتو طولان تغییر میده. واژه پشتو به جای زبان افغانی میه و به جای زبان دری هم به جای زبان فارسی دری مثلا مطرح میکنه. نامگذاری ها صورت میگیره، تغییر نامه صورت میگیره و کسی به نام محمد گلخان مومن میه وزیر اطلاعات کلتور میشه، حاکم اعلی شمالی میشه، حاکم اعلی قندهار میشه. کارهای عجیب غریبی دست میزنه. با روایت عبدالله حبیبی که مدیر مسئول مجله افغان در چیز بود، در قندهار بود، او میگه که چرا فارسی نشه میگه، میگه نیمش فارسی زبان است، نیم مردم شیعه که قندهار کلش فارسی زبان است، خود سنی‌هاش هم فارسی زبان است و از اونش میگه نه کلش پشتو نشه. خلاصه او به تکلیف میشه. رای میگذاره اطلاعات کلتور وقتی در شمال میره، در شمال هم پشتو گرایی میکنه، نام‌ها را تغییر میده، نام شهرستان‌ها و استان‌ها یا واژه ولسوالی و ولایت و مزخرفات دیگه بار مشتان جرگه و خلاصه به زبان فارسی میه و در تحدید به زبان فارسی صورت میگیره. و این مبارزه نشته میشه تا سال 1343 که در پارلمان بالاخره تصویب میکنه که به طور قطع زبان افغانستان یک زبان است، پشتوست. حال دیگه به نام افغانی چیزی نیست، زبان پشتو است. ما زبان پشتو رو به زبان رسمی در کشور میگه که بالاخره به اساس مخالفت پدر محمد موسی شفیق مولوی زمان است یا چی است، او میگه که زبان فارسی زبان دوم جهان اسلام است
و آثار گرانبها دانشمندان بزرگ جهان است. برادر امیر بالین باز میگن خیلی فارسی نامش نمیمونه، زبان دوم و زبان دری است، در حالی که تمام اداره دولتی است. 10 سال زبان فارسی از مکاتب میکشن با اساس پیشنهاد نجیب الله توریانه وزیر آموزش پرورش و تعلیم تربیه بود. دوباره در دوران شاه خان نادرخان دوباره زایشه فرمان میده که زبان فارسی دوباره در مکاتب بزنه. جفا با زبان فارسی بسیار صورت میگیره بر هم مرحله. وقتی پشتونخوایی سال 52 داود خان باعث رئیس جمهور خود کودتا میکنه سر بچی به سر زایشه، یه آدم پشتونخوایی میکنه، انتقالات به طرف پشتونخوا سفربری میکنه و یک عالم کارا میکنه با اساس مسلطنت پادشاه ایران. بالاخره با ذوالفقار علی بوطی تفاهم میکنه که با هم صحبت کنیم، مشکلات حل کنیم، مسئله پشتونخوایی و ایالت گویا مسئله حق پشتونها و بلوچانه. در دعوتی که در پاکستان میره ذوالفقار علی بوطی ترجمان پشتون بدش میاره، باز برش میگه که چه خوالیت سوال میکنه، میگه ما ولی پشتون ندارم، خیلی ترجمان فارسی بدیم. من انگلیسی هم یاد نداری، فرانسوی یاد داشتم که خیلی ترجمان. ذوالفقار علی بوطی به طرف ترجمان که خود از اون مولی ولایت او با نام صوبی سرحد میگفتن، مولی صدراعظم ایالتی صوبی سرحد بود، کفتیری بود پشتونخوایی میکنه ولی زبان پشتون نمیکنه. ما میبینیم که دشواری پروبلمات در افغانستان بیشتر به صورت ادامه پیدا میکنه تا دورانی که ترکی هم مبارزه با فارسی رو آغاز میکنه و گرایی به زبان پشتو بسیار مسئولیت داره و این مسئله یک بحث دشواری و پروبلم دیگه در افغانستان مطرح میشه. تا که امین سر از کودتا میکنه، حفیظ الامین که او خوب بازیگر از بنیاد تغییر میده، با جای صدراعظم لملای وزیر میسازه، نام زیبای ایالت نینا و هارا را که خدای معبد نینا خدای به اصطلاح آشکار کوچانیان است و هیرا معبد میگه معبد خدای نینا را که نام ننگرهار را بوده به نام تلوین شهر میسازه. شهر جلال الدین محمد اکبر که آباد کرده جلال آباد و هم تغییر نامش به این ترتیب تغییرات زیادی میره. گرایش فاشیستی حفیظ الامین تا اندازه میشه که باعث یک فاشیست جز ایالات متحده آمریکا یا CIA کاملا وضعیت افغانستان خراب میکنه که تو واسه رویداد 6 جدی میاد. رویداد 6 جدی دوباره با گرایش به زبان فارسی و فارسی گرایی صورت میگیره. مذارات ها کلی به زبان فارسی میشه، سرود ملی به زبان فارسی میشه و تقریبا گرایش جدی به زبان فارسی پیدا میشه. اخبار اول زبان فارسی میشه، بعد پشتو است، پشتو برنامه پشتونستان زمون شد حل میشه. ولی به صورت یک دوری بسیار کوتاه است که از 6 جدید تا دورانی که دکتر نجیب الله دوباره به قدرت میرسه و به قدرت رسیدن دکتر نجیب الله دوباره اون گرایش های قومی پشتونو، پشتونوالی، پشتونویسی، پشتونخواهی دوباره اوج میگیره، مبارزه با زبان فارسی آغاز میشه و این آدم هم خب خوشبختانه با طالبای خودش رو میکشن. با آمدن به قدرت طالبان و بالاخره دوران جمهوریت، دوران مجاهدین که به قدرت میرسن، از ما می‌بینیم که دوباره گرایش به زبان فارسی به صورت پروفسور برهان‌الدین ربانی رئیس جمهور گرایش بسیار جدی به زبان فارسی نویسی داره. حتی واژه لوی جرگه کلوی مغولی از جرگه ترکی است و باعث یک واژه زبان پشتو است و به نام شعر حل عقد نامش اهل حل و عقد، یعنی گروهی که حل میکنن عقد میکنن پیمان میکنن. این میای و بالاخره نامه هم میشه یک دوری بسیار روشن طلایی بر زبان فارسی است. اما متاسفانه با آمدن ایالات متحده آمریکا با پیروزی طالبان دوباره پشتگیری صورت میگیره، شروع میشه که تا ایالات متحده آمریکا دخالت میکنه و وجهی که پروفسور دکتر برهان‌الدین ربانی رئیس جمهور باقی مانه. متاسفانه نسبت معامله برخی از رهبران تاجیک یک کس به اصطلاح به نام زی و بر اساس تهدیدایی که زلمه خلیجات انجام میده، نماینده امریکا در مذاکرات صلح به اصطلاح بن می باشه، یه آدم با قدرت میرسه. این در ظاهر به اصطلاح وحدت ملی خواهی است، اما در وطن فقط ستون فقرات زبان فارسی رو به نام دری خونسا کرده میره. در قوانین خود زبانهای کشور زبانهای پشتو و فارسی دری میسازه و دوباره دریگیری رو پیدا مطرح میکنه. نامار پانتون دانشگاه و اینا رو نمیگذارن، مظاهرات و جنجالات تا بالاخره با توطئه از این خودش دوسری دوره ریاست جمهوری کرده، یک دو دوره سر بعد یک دو دوره ریاست جمهوری مستقیم و قدرت با توطئه و فریب و دغل و جعلکاری و یک
فاشیست بسیار کثیف که البته نجیب میخواست با گلبدین توافق کنه و افغانستان رو پشتونیزه کنن که موفق نشد، خود طالبان ادامش کردن. اما شخص غنی، اشرف غنی، ناشرف غنی که با پاکستان با اینا داره مبارزه با زبان فارسی دلیل با صورت میزنه. مثلا یک استاد با بارشه که واژه دانشگاه رو به کار برده بود و واژه پوهاند پروفسور گفته بود و آدم مجازات میکنه دوران که دوی است و این با یک شوای کثیفش مبارزه با فارسی به نام زبان دری، زبان فارسی ما را از جهان میگذاره. و در دوران نادر خان، دوران که وزیر اطلاعات کلتور کسی به نام نعیم خان برادر داود خان بازو میگه که مشتو کنیم زبان فارسی رو داریم. پروفسور بنت مراجعه میکنه، اون میگه که من پاسدار زبان هستم، من دشمن زبان نیستم. این تفکر بسیار تفکر درست است. 90% مردم افغانستان زبان فارسی باید زبان فرنچ لنگویج یا زبان میانجی در افغانستان است. این کار نکنید، میشه کار درست نیست. باز مراجعه میکنم به دانشمندان روس و بالاخره یک دانشمند به نام خواجه بابای برش میگه که زبان فارسی را از بین بردن در داخل بمگذاری کن. یعنی دارد به نام واژه‌های ملی واژه‌های وضع کو زبان پشتو رو داخل زبان کن. این میگه ما با نام واژه‌های ملی که میگیم این کار خواجه بابای است و این تفکر فاشisتی است که به اصطلاح میان نشته میکنند اوانوردی ملکی ریاست رو اوانوردی ملکی فارسی نه به اوانوردی ملکی مرستون ریاست مرستون واژه پشتو است. به همین ترتیب واژه را به جای پانتون جای دانشگاه پانتون و جای پانزای دانشکده پانزای میگن. شما فکر کنید که یکی از جنایات بزرگی است که الفبای زبان ما رو تغییر میده. یعنی ما 22 حرف زبان فارسی داریم در زی که هیچ سرش همزه زی پشتو وجود نداره. حالا ما مجبور هستیم نشه کنیم پانزای ادبیات. خب این پانزای ادبیات ما نشه میکنیم. هیرا دشمن چه که نون هیچ سرش همزه است نشه میکنیم پانزای ادبیات. حالا ما یک بار سوال میکنیم بله زی چیست؟ خدا الفبای 22 حرفی فارسی نیست. 14 حرف را که در زبان پشتو درس بعدی ما آخری ما زبان پشتو خود بود. با خواهش میکنم از کدبان امانی که پیدایش زبان پشتو، تاریخ پشتو، ویژگی های پشتو، دستور زبان پشتو، ما در این مورد یک زبان خواب و صحبت خواب داشتم. میره میگذاریم به درس هفته بعدی ما، درس هشتم ماست. در این درس ما میبینیم که این بمبگذاری متاسفانه جریان پیدا میکنه و تا اندازه میشه که به نام واژه‌های ملی ولسی جرگه، مشران جرگه و نمیفهم داونوردی ملکی وزارت پانتون پانزای و زیجنتون و واژه زیبا میفهمید که از زیباترین واژه‌هایی که جهان زبان فارسی رو به حیرت انداخته واژه زایشگاه فارسی کابلی است که ایرانی‌ها او را مانو مامانی میگن. ما واژه زایشگاه زیبا را داریم. در برابر از این واژه زیجنتون میشه ایستگاه زایشگاه که صدا میکنه دریورا که زایشگاه او رو با دست خورده بودن که صد میشه کرده بودن که زیجنتون ملالای زیجنتون تا میشه یا ایستگاه و به نام زایشگاه بود، کل عمر زایشگاه بود، ولی به نام ملالای یک نام جعلی که یک دختر که وجود خارجی نداشته. البته این در برنامه بعدی خواهد درس کردم که چه جعل‌سازی در فرهنگ زبان ما صورت گرفته. کسی به نام ملالای ساختن یک قهرمان فرانسوی رو به زبان پشتو آوردن، گویا در برابر جنگ میوند آمده و بیرق گرفته و که به میوند شهید نشه گلای خدای گلری بیجندی بی‌ننگی دیدی ساتنه. یک دو بیتی یک به اصطلاح یک لندهی به نام از جور کردن و او رو بیرق دادن و ساختن در حالی که وجود خودی نداره. دیگه خیلی ما زنه که در بین وطنداران برادرای پشتون می‌بینیم زن هیچ وقت نمیتونه که بخیزه با این پیمانه مبارزه کنه. با مال این مبارزه متاسفانه جلسازی وجود داره. واژه زیبای جهان گزایشگاه ما را تغییر میتن، زیجنتون میسازن. به این ترتیب به زبان فارسی بمبگذاری به سرعت جریان میشه. وقتی شما یک نامه نشته میکنین که دو سر از اون نشته بوده که در صدرات از ما نشته در تحریرات ریاست باز در پایین شد اداری مدیریت باز نشته بوده ماموریت سانگا کل از این پشتو باز اوی نامه نشته میکند که به مقام محترم وزارت ملکی اوانوردی وزارت مقام محترم اوانوردی ملکی وزارت خواهید نامه باز متن یا عربی یا پشتو یا عربی یا پشتو زبان فارسی رو به ترتیب میخواستن که از هویت زبانی جامعه ما بیرون میکشن. زیر نام دری به نام واژه‌های ملی ما به نام زبان ملی نیست. ما دو نوع زبان داریم، زبان اداری یا زبان رسمی که به نام فرنچ لنگویج میگن که اینوی پاکستانی‌ها
زبان بین القومی میگن. ما زبان میانجی با زبان فارسی میگیم، یا زبان بین الاقوامی که مردم اقوام مختلف به یک زبان صحبت میکنن، زبان کلم اشتراکی. اون طرف افغانستان زبان فارسی است. یعنی یک ازبک با یک پشتون، اون ازبکی میفهمه و پشتو میفهمه، ارتش مجبور است زبان فارسی صحبت کنه. یا یک بلوچ با پشایی، او در اوسط دنیا است، او در اوسط دنیا. یک بلوچ افغانستانی با پشایی افغانستانی مجبور به زبان فارسی صحبت کنه. این زبان فارسی رو به نام فرنج لنگویج، زبان بین القومی، زبان میانجی که میان مردم کمک میکنه، در افغانستان بود و کل عمر است. متاسفانه میخواستن نمیرم خدشه پذیر کنن، واجدبه میشه بانگذاری کردن تا که بالاخره اون جنجال باعث جدال بسیار وجود داره که تا طالبا با قدرت رسیدن. طالبا با اصلا هدف من خواهیم خدمت شما یک مسئله بسیار روشن است کنم. طالبا به خاطر دین اسلام و قدرت نرسید. شما دوستای عزیز هر کدامتون فکر میکنین که طالبا اومدن دین مقدس اسلام در افغانستان تطبیق کنه، اشتباه میکنین. تمام کارکردهای اینا خلاف دین مقدس اسلام و نفرت مردم از جهان از دین اسلام است. اینا تخریب میکنن، بنیادی ترین تخریب به دین اسلام اینا میکنن. اینا نامدن که زن از کار بکشن، زن یک بهانه است. اینا نامدن که دختران از مکتب بردارن، این یک بهانه است. تمام تلاشایی که طالب آمدن، تا تلاشی که داوود خان کرد، تلاشی که ظاهر خان هاشم خان کرد، ظاهر خان نه هاشم خان کرد، تلاشی که محمود طرزی کرد، نه اما یک مقدار مولا خان، تلاشی که عبدالرحمن خان کرد، تلاشی را بالاخره این تلاشی که ترکی کرد، تلاشی که امین کرد، تلاشی که دکتر نجیب کرد و بالاخره تلاش کرده کرد. یگانه کسی که موفق شد تا مبارزش ثمر بخش و غنی است. غنی تمام مبارزات از اونها رو درس آموخت و طالبان رو به قدرت رسوند. طالبان به قدرت رسیدن تا هویت تاجیک و زبان پارسی را از جامعه بزدن و هیچ چیز دیگه نمونه. اونمون تلاشی که عبدالرحمن خان شروع کرد در وجود از اونهاست. شما اینمی برآمدن امروز این مبارزه آشکارا شده علیه زبان فرنگیتان. یعنی تمام لوایح در شهر کابل و ولایات به ترتیب نامه دادن که تنها دولت پنجشیر میتونی به زبان فارسی نامه بنویسید و دولت بومی. در تمام ولایات افغانستان باید نامه ها به زبان پشتو باشه. زبان فارسی که من تاریخ براتون عرض کردم که از زبان اصلا از اوستایی بالا و دوران پارسی میانه زبان آری، دوری پارسی باستانی زبان آریایی، پارسی میانه زبان دوری زبان‌های اشکانی و ساسانی، در پارسی جدید ما دوران یعقوب علیه صفوی بهتره. این هویت تاریخی ماست، هویت زبان فرهنگ ماست، نام آریانه آری از ماست، نام به اصطلاح خراسان از ماست و با کدام مبارزه زبان را که یک زبان بسیار توجه کنید، زبان را که یک دوران 800 ساله زبان رسمی از بنگلادش تا در سال 1204 خوب توجه کنید. سال 1204 کسی به نام بختیاردین شاه میره باعث پادشاه یا حاکم بنگلادش میشه. اون زبان یک خود سرباز و سربازا و اداره و دفتر یا خود میبرن و تمام نامه ها به زبان فارسی میشه. تا ببینید در بنگلادش قدر بسیار دور از بنگلادش بسیار دور، مرزش خلاص میشه اروپا مثلا جنوب است. تا این منطقه از این منطقه بنگلادش از داکا که بختیاری شاه بود، بختیار شاه بود و بختیار شاه او بود و زبان فارسی آورد تا سال 1838 یا 37 تقریبا حدود 634 سال زبان رسمی بنگلادش، هندستان، تمام از اینا زبان فارسی بود. و این زبان دوران شاهان ازبک شیبانیت، دوران صفویان، شاهان به اصطلاح که در ترکیه پادشاهی داشتن، دوره عثمانی، شاهان عثمانی تا شهرهای المغرب، یک زبان فارسی بود. انگلیس و از زادهای از اونا به خاطر از اینکه علیه از زبان علیه از تمدن قرار میگیرن، فهمیدن که تا زبان فارسی باید ستون فقرات از این دولت ها باشن، ما نمیتونیم که تغییرات بریم. ولی بنا اولین کار کردن ناسیونالیسم عرب در اونجا ایجاد کردن، بعد از ناسیونالیسم عرب ناسیونالیسم ترک ایجاد کردن و زبان فارسی یک زبان رسمی دولت ها بود به ترکیب کردن. در داخل دولت شیبانی ازبکی هم کار سیاسی کردن، گرچه بخوران بخارا پادشاه بخارا تا آخر تاجیک بود، تا آخر فارسی زبان بود، تا آخر صورت تا که شاه آمدن رو با استفاده از این سیاست تفرقه انداختی بخارا را سمرقند را که من به اصطلاح جایگاه پیدایش پرورش زبان فارسی بود، او رو به نام ازبکستان ساختن. یک بخش به نام مرو را که یکی از
مراکز بزرگ زبان فارسی در جهان بود. او را مربوط ترکمنستان ساختن، ترکمن ساختن، یک مقدار زیاد قرغیز ساختن و قزاق شدن و قلمرو زبان فارسی بود تجزیه کرد. اون طرف کشورهای عثمانی هم متاسفانه تغییر کرد بعد جنگ اول جهانی، شکست خوردن، زبان فارسی را کنار گذاشتن و با زبان ترکی آمدن، پان ترکیزم روش کرد و به این ترتیب در هندوستان هم وقتی که انگلیس در سال 1838 بر اساس فرمان چارلز ترای دستور دادن که باید زبان فارسی به جای زبان فارسی زبان اردو زبان رسمی شود. در سال 48 10 سال بعدش زبان انگلیسی زبان رسمی ساختن، زبان برداشت. اما در تمام ادارات شعور و پاکستان و هندوستان تا دوران بسیار قدیم تا دوران بسیار نزدیک که ادارات دولتی به زبان فارسی. شما بفرمایید یعنی شعور برین اما برای کلتان بجرات اختار میتون بجرات برین. شما تا سال 1947 در تمام دفاتر از اونا یک کلمه به زبان پشتو در ثبت دارایی نمیفهمید. تمام ثبت دارایی ادارات ارتباط قواله ها به زبان فارسی است. شما در تمام ولایت پکتیکا، خوست، قندهار یک نامه به زبان پشتو یا یک ثبت دفتر به زبان پشتو در تمام این ولایت تا دوران امیر عبدالرحمن خان، تا دوران امیر شیرعلی خان، تا دوران امیر عبدالرحمن خان نمیفهمید. همه چیز به زبان فارسی است. بفرمایید هر کسی که یک قواله، یک دفتر، یک دیوان، یک تذکره هویت یکی به زبان پشتو تا سال آمدن نادرخان و بعد از اون تا دوران زایشان تا دوران هاشم خان پیدا کرد، بفرمایید ما حقشان از باید تغییر زبان بدیم. تاریخ و فرهنگ به زبان فارسی پیوند خوردن. اداره و دولت از احمدشاه درانی که خودش به زبان فارسی شعر گفته که وای بر امیر کزداد رفته باشد، مظلوم از در و ناشاد رفته باشد. به زبان فارسی شعر گفت. بچش تیمورشاه به زبان فارسی شعر گفت. تمام دفاتر دیوانش ما مستند 3 کتاب براتون میتونم: تاریخ احمدشاهی محمود الحسینی، تاریخ گنداسین، تاریخ احمدشاهی گنداسین و تاریخ احمدشاهی. 3 کتاب به مورد احمدشاه نوشته شده، یک کلمه واژه پشتو افغانی در اون وجود نداره. ببینید که اونم به نام دولت افغانی میگن، افغان یا پشتو میگن که بنیانگذار دولت افغانستان. او علم افغانستان نمیشناسه، سند وجود نداره که نام افغانستان در رو به ای آمده باشه پادشاهی که کلا باشه. همچنان تیمورشاه در دیوان دفترش کلی به زبان، حتی در سر قبر از اون شعر از شهاب ترشیزی است در قبر تیمورشاه: چشم ایران شد و ایران چون دل آزادگان خدای شهنشاه کشور ایران کجاست. نام کشور ما ایران یا آریانا میجه است، شهنشاه شهنشاه تیمورشاه است و پادشاه است و سر قبر همون نشسته، سر قبر دیگه کس نیست. خب وقتی که دفتر دیوان همه چیز به زبان فارسی است، ما چطور میتونیم هویت زبان فارسی که هویت تاجیکا است و تاریخ تمدن است و تاریخ هویت تمدن منطقه و جهان است ما این تغییر بدیم؟ متاسفانه مبارزات بسیار وحشیانه، مبارزات بسیار نامردانه و نادرسته طالبان برای فارسی ستیزی و شدت جریان دارن. در شهر کابل حتی لوای سلمانی، دکان، مغازه همه چیز به زبان فارسی پشتو ساختن. 2 پنشیری وطندار ما شما 2 مرد شاو میخواستن لوا را رنگ میکردن و را گیر کردن، اردیش به زندان بردن، چنان لطه کردن که یکی زنده مون یکی دالت کماست. یعنی مبارزه را با این شکل مجازات میکنه. و پیشتر عرض کردم که هر کسی که فکر میکنه طالبان به خاطر دین مقدس اسلام آورده، هیچ آثار شریعت اسلام در این وجود نداره، هیچ گرایشی برای تحقق دین اسلام وجود نداره. دین اسلام یک وسیله سرکوب و چماق است که میخوایم با استفاده از زیر نام دین یک زبان فارسی اینا زائل بسازن، از بین بره مبارزه فارسی کنن. لواحی را تمامش به زبان پشتو ساختن، ادارات مکاتب به زبان پشتو. شما وقتی که دیزاین نشه کنید به زبان فارسی شما رو مجازات میکنن و میتونن با کمپلوک میزنن میگه وځه پشتو ولیکن. حاکمیت تقریبا 99% دست پشتونا است. تمام ادارات دولتی پاکستانیای پشتونای پاکستان به مرگ در ادارات دولتی کار میکنن. اکثرا زبان انگلیسی اردو میفهمن، فارسی نمیفهمن و زبان پشتو میفهمن و ادارات به زبان پشتو شده. دفاتر به زبان پشتو شده. مدیر عمومی تا اغلب کلش پشتونا هستند، رئیسا پشتونا هستند، معینا پشتونا هستند، وزیران پشتونا هستند. تنها یک معاون صدر اعظم است که یک تاجیک است. مثلا تاجیک است یعنی خدا میدونه قوم تاجیک نخواد باشه، قهمک نمیبره. و یکم به نام لودریسیس که رئیس استاد تشکیل میگنش یک بدخشانی مربوط به ایغورای چین است که آمده فقط گویا تاجیک است دیگه. یکم معاون صدر اعظم است که معاون رئیس الوزراء که پشتو صحبت میکنه دیگه. در تمام کابینه از اینا
فقط یک قوم پشتون و اداره پشتون است، فرمانه رئیس رهبرشون به زبان پشتومه. حالا آمدیم که ما به بدبخترین دوران خود زبان فارسی در افغانستان میان سپریم، تنهاترین نفسگاه خود ما میکشیم. هر دوست فکر میکنه که زبان فارسی در دیان نو از بین نمیبره. شما براتون چند مثال براتون میگم. اون دقیقه که نخسترین زبانهای جهانی که بسیار جایگاه بزرگ داشت زبان سومری بود که از 4000 قبل میلاد تا 2000 قبل میلاد میلیون صدها هزار سنگ نوشته و تیکر و سنگ و کاغذ از زبان باقی مانده، بسیار به سرعت از بین. زبان سامی که زبانهای بسیار باستانی در جهان از بین رفت. زبان اگیپتی از بین رفت، زبان به اصطلاح فینیقی از بین رفت، زبان آرامی از بین رفت، زبان آکدی از بین رفت. تمام زبان‌ها زبان عربی بسیار به مدت کوتاه از بین بود. یک نمونه مثال براتون میتونم، کسی به نام یک دانشمند مصری برنده جایزه نوبل نجیب المحفوظ میگنش، از اون خبرنگار بیسی در سال 1988 جایزه ادبیات نوبل اولین عرب مسلمان که گرفت همین آدم گرفت. چون تقریبا طرفداری به اسرائیل اعلان کرد، با اسرائیل مسامحت داشت. این آدم به خبرنگار بی بی سی پرسان کرد که شما چه زبان اگیپتی تان که زبان قدیمی بود از بین؟ گفت شما فردوسی نداشتیم به زبان فارسی یا زبان اگیپتی برام نوشته کنند. ما داشتیم اندلسی رو داشتیم که به زبان عربی نوشته کرد. ما داشتیم دانشمندانی که همه به زبان عربی نوشته کردند. ولی گفت ما وقتی فردوسی می‌نوشتیم، چرا فردوسی به این معنا که شاعران و نویسنده‌های عرب کلی به زبان عربی نوشته، هیچ کس مبارزه نکرد بر زبان اگیپتی، به زبان آرامی، به زبان سوریانی، به زبان فینیقی، این زبان‌ها هیچ کس مبارزه، حتی زبان بسیار نزدیک که المسند بود و زبان سترنجیلی بود، با اینا هیچ کس نوشته نکرد. فقط در این منطقه بود که به زبان فارسی نوشته کردن و وقتی که دستور داد به اصطلاح یعقوب علیه صفاری که به زبان می‌نویسید که من میدانم، به زبان شعر گوید که من میدانم. این از این دوران این زبان نابود شدنی نبود، زبانی بود که با زبان عربی برام. اما فراموش نکنیم که در تمام جهان زبانایی که از کاربرد گفتم مثل پول است. پول که شما از تجارت بکشینش در خانه بانید، در زیر زمین در گورش کنید، در بازار برید ناچل باشه. پول قدیمی مثلا شما میاله یک پول مسیه دوران کوچانیان ببرید در بازار کس نمیخره. که بگید من یک کیلو بوره میتونم میگردی پیسه من نمیشه، کیلو بوره نیست، نمیشه، ناچل است. این ناچل میشه. هر چیزی که از دوران گفتن ناچل میشه. زبان هم اینطور است. زبان که از دوران گفتن ناچل میشه و از چلن مفته، از گردش مبره. زبان که از گردش برای هویتش خراب میشه، نابود میشه. و می ترتیب زبان فارسی است. شما میبینید که یک وقت ازبکستان، قزاقستان، ترکمنستان کامل زبان فارسی بود. ما به نام زبان ازبکی نداشتیم. زبان ازبکی از شیبانی هاست، از دوران شیبانی ها زبان ازبکی میشه. دوران پیدایش بسیار کوتاه است. ازبکان شیبانی زبان ساخته. این به نام زبان ازبکی نمیگفتن، یک مدت به نام زبان استانبولی میگفتن، ترکی استانبولی میگفتنش. اما پسانا به نام زبان ازبکی بسموشن یا ترکمنی. اینو هیته بسیار جدید است. اما می‌بینید که در تمام مناطق پیدایش زبان فارسی که بخارا و سمرقند هستن فعلا زبان ازبکی است. فقط در خانواده یک طور نگاه شده. زبان که از گردش اداری برای زبان هویت خود است میتونه. در هندوستان شما فکر کنید که در 600 سال زبان رسمی اداری دولتی بود. یعنی تمام اداره دولتی زبان فارسی بود. ولی از گردش 70 شما برید در خانواده در انگلیسی بسیار هیچ کس بسیار کم مردم از فارسی بفهمن. تا دپارتمنت فارسی شناسی که یک پروفسور است شامو فارسی میفهمه، که کارمندان دیگه شن کسی فارسی نمیفهمه. در کشمیر تا سال 1975 خوب توجه کنید، تا سال 1975 در کشمیر زبان فارسی زبان رسمی اداری دولتی بود. در سال 1975 در کشمیر هندوستان دستور داد که ما به زبان اردو، هندی و انگلیسی می‌نویسیم. همچنین در کشمیر پاکستان امروز در سال 1968 دکتر پرویز ناتل خانلری رفته بود کشمیر، زبان فارسی بود. برایش گفتن که ما ناک میگیم، ما گلابی میگنش. ناک کن گفت این ناک را نخورید، سخت تا صبح تا دندان شما را میشکنند. او چه فارسی زیبا بود صحبت میگیم، زبان ما فارسی بود. اما نمیگه حال شما برید، کسی نمیگه سخت تا صبح تا دندان شما را شکنند. و پرویز ناتل خانلری در خاطرات خدا بود. هم چنان سفر در کابل داشت، در پاس هم زبانی جانب کشمیر کابل شدم، دوزداران سخن در سر در نفسر ندارم. کشف برداری کنن در محضر قاریه بی
پیش از آن که در ایران تاج دهند در سر من. همین پرویز ناتل خانلری با به اصلاح برداری و بود پاکی قاضی عبدالله را که بهترین کتاب زبان پارسی رو در مورد چیز نوشت، یادم آمد بعد از تعصب افتخار میکرد به قاضی عبدالله. یعنی در دورانی که در کشمیر زبان پارسی بود، چه زبان پارسی از کشمیر از بین از گردش داری برام حالی زبان اردوست، یک مقدار زبان کشمیری، زبان فارسی دیگه نیست. و همچنان در ملتان زبان فارسی بود. سن قلمرو زبان فارسی. بسیار جالب است که رابعه بلخی پدرش والی سن بود در برخلاف اینکه رابعه بلخی در بلخ تولد شد، رابعه بلخی در سن تولد شد، در سال اول تولد بردنش در بلخ با نام رابعه بلخی مسمى شد. این بسیار جالب است. سن زبان کلا زبان فارسی بود. حال زبان سندی و پشتو میشه زبانش تغییر کنه. زبان تغییر میکنه وقتی که از کاربرد داری بده. شما برابران به نسل جوان امروزی است. هویتتان، ما حالا چند دقیقه سر هویت تاجیک میرم تیز صحبت خود کردم. هویتتان به زبانتان وابسته است. پاسداری از زبان هویتتان است. پاسداری از هویتتان از زبانتان، زبان هویتتان است. زبانتان از بین برد شما اتومات نابود میشه. حالا میایم نگاه به نگاه واژه تاجیک. واژه تاجیک از دو واژه ساخته شده. تاجیک تاج به معنای افسر دیهم. در واژه‌های تاجور، تاجدار و تاجگذار این واژه وجود داره. بخواید نخواید. و صورت اوستاییان تاجیک بوده، تاجیک. در سرنوشت‌های شاهنشاهی هخامنشی در بیستون به گونه تخمسات آمده است. تخمسات یعنی دارنده تاج. تخمسات تاج میگفتن. و صورت پهلویان تاج واژه‌نامه بندشن 1-229 سوم میباشه. این ما از می گرفتیم. هر دوستی که میخواد بگه که ما واژه تاجیک در قدیم نامده، این ما از بندشن آوردیم که واژه تاجیک در اوستا در بندشن آمده با نام تاجر، تاجیک و تاجه. و واژه ایک چی هست؟ واژه تاج بود. واژه ایک به معنای سر در ادبیات قدیم جای داشته. و در لاگارد نویسنده و دانشمند لاگارد 160 1891 چاپ کتابش گیگین لاگارد. او آدمی که صورت فارسی تاجیک را ساکنان اولیه ایران که نه عرب هستند و نه ترک پنداشته است. برای نزدیکان لاگارد بگیرید. نویسنده، پژوهشگر و دانشمند و فارسی شناس. شکل پهلوی صورت ارمنی این واژه تاجیک است. تا ارمنی هنوز هم تاجیک میگن. ما بخوایم نخوایم مردم ارمن این واژه رو به نام تاجیک بکارن. شکل پهلوی تاجیک در پشتو تاجیک در زبان عربی التاجیک آمده است. در مورد تاجیک نام تبار و مردم آریایی نژاد و از باشندگان بومی آسیای مرکزی، ایران، افغانستان و کنونی میباشد. امروز افزون بر این مناطق در پاکستان، هندوستان، در سینکیانگ چین نیز تاجیک‌ها به سر میبرند. تنها ما نیستیم. در سینکیانگ چین داریم، در هندوستان داریم، در پاکستان داریم. اونا کلش تاجیک‌ها هستن و زیادتر زبان فارسی و دیگر زبانش تاجیک خوندن. بارتولد تاجیکان روی 73 و احمد سعیدی تاجیکان روی 35. به این معنا میگن که برخی نام تاجیک را او گفته که تاجیک نام تباری است که در ایران، افغانستان امروزی و مناطق پاکستان، هندوستان و سینکیانگ چین به سر میبرن، زندگی میکنن. این نشته بارتولد است. تاجیکان روی 73 و احمد سعیدی تاجیکان 35. اینا ترجمهش کردن. هر کسی که قبول نداره گپ مرا بره در این رساله زاده میش مراجعه کنه. برخی نام تاجیک از قبیله به نام تاج گرفتن، یعنی کلاه کیانی که از کیانیان مانده است. این نظر است. یعنی کیانیان تاجداران بودن، کلاه تاجیکی به سر میکردن. هیننگ دانشمند زبانشناس و اوستاشناس مشهور این واژه را گفته که ترکی است. ما آن را از دو واژه ترکی مرکب است. تا یعنی ترک و چیک به معنای پسوند یعنی تبعی چک گرفتن. نظریه هیننگ لاگارد ما پیشتر گفتم رد کرده، گفتنی است ما این دو واژه در زبان ترکی نداریم. پس تاجیک ترک نیست. این نظریه را ما چرا میگم؟ که کسی گفته که باز کسی میگه دکتر مفید سبب بگوین دکتر مفید که واژه تاجیک هون هین میگه که واژه ترک واژه از واژه ترکی است که از تا و جیک گرفته شده که تا به معنای ترک و جیک معنای این نظر هیننگ است. ولی لاگارد میگه که نظر غلط است. من نمیگم. شما باید قضاوت کنید. بلکه تاجیک قوم از اقوام مغول پنداشتن. این نظر است. من میگم براتون و باعث یک پژوهشگر هر میگم کی رد کردیش پس. مثل که نظریه هیننگ لاگارد رد کرده. برخی تاجیک قوم از اقوام مغول پنداشتن، در صورتی که مغولان غیر خود را تاجیک میگفتند.
آقا باش قاجار روی 271 کتاب آقا باش قاجار ما از گرفتیم روی 271 کی گفته ولی بس خودش رد کرده خودی گفته کی میگه همین گپ غلط است بارتولت مسلمان شهر بخارا را فارس و تاجیک میخوانده و سینای بخارا و اطراف آن را ازبک میدانست این نظریه بازم از بارتولت است هنینگ و بارتولت مخالف و نظر داره و لاگارد از نظریات دوشان رد میکنه برخی تاجیک از دیشه تات و قوم آریایی میدانند تات با آریایی میدانند اینه افشار 81 طباطبایی 108 دبیر ساقی 118 و بارتولت 59 میبینید که اینجا باز تغییر خورد بارتولت جو شیار گفتن اینجا میره گفتن سوندرمان دانشمند دیگه شخص شناس و تاجیک شناس تاجیک‌ها را مانوی پنداشتن ما مذهب مانوی در درس‌های قبلی براتون گفتیم زبان مانوی فرهنگ مانوی و مذهب مانوی میگفته این گفته که سوندرمان گفته که تاجیک‌ها مردم مانوی هستن یعنی پیش از که عرب پیش از که دیگه تبارای ازبک ترکمن هزاره اینا ایجاد شد نام تاجیک از نظر سوندرمان اینا به اسلام مردم مانوی را تاجیک پنداشتن اگر کسی بخواهید بگه ما میگم نگاه کنین صفحه 113 فرای نویسنده‌اش است که نظر سوندرمان آورده در سالنامه چینی سده دوم ترسایی ما میلادی نمیگم ترسایی میگم سالنامه چینی سده دوم ترسایی یعنی تقریبا 1800 سال پیش از امروز و تقریبا 1600 سال پیش از اسلام در سالنامه چینی ها در قوم به نام های تا ایجی و تا یوچی یاد شده تا ایجی و تا یوچی دو قوم نام تا ایجی و تا یوچی شده است خود سوندرمان میگه که بسیار احتمال داره که این قوم تا ایجی و تا یوچی ما نداریم غیر که تاجیک تا یوچی گفته باشن این نظریه را کسی از به نام کوزنیتسوف صفحه 45 کتابی درباره تاجیکان نوشته کرده کوزنیتسوف دانشمند زبانشناس نوشته کرده که در سالنامه چینیا از قوم به نام تا آجیا لطفا یادداشت کنین تا آجیها و تا یوچیها یاد شده تا آجیها و تا یوچیها از نظر کوزنیتسوف یعنی تاجک پس پیش از که دین اسلام به پیش از که ترکمن و ازبک به پیش از که نامای عرب و عجم به و عربا را تازیگ بوده پیش از واژه تا ایچی و تا اوجی تا آجی و تا یوچی به نام تاجک به اساس نظری کوزنیتسوف ذکر شده پنجمین سنه تبتی ها برای واژه تاجیک این صورت ها را آوردن بیزیک، ستاجیک، سیزیک باز میره کوزنیتسوف صفحه 45 خود ایرام ذکر کرده بنابر گزارش نویسنده های چینی در کتاب خود که تاریخ 694 میلادی است ساکنان تخارستان را که در سده 1 قبل المیلاد پیش ترسایی زیستن داشی گفتن که یقینا به اساس نظریه نعمتوف این واژه داشی همین تاجیک است نظریه نعمتوف است صفحه 241 242 و مسلمانان قبادیانی هم اونا را به اصطلاح تاشی میگفتن داشی میگفتن که داشی ها معنی تاجیک است با گفته تورسانزاده نام تاجیک از آغاز پیدایش بر همه پارسیگویان عجم به کار رفته صفحه 60 نگاه کنین جاوید 202 محیط طباطبایی چی میگه با توجه به ابهام و تعقیل کلمه تاجیک باور دارد که این کلمه صفت برای ایرانی فارسی زبان بوده و غیر ایرانی اطلاق نمیشده یعنی نه ترک تاجیک گفتن نه عرب که تاجیک میگفتن و برادر پیشی که قوم تو میزنین مراجعه کنین به کتاب علمی محیط طباطبایی با توجه به ابهام و تعقیل کلمه تاجیک باور دارد این کلمه صفت برای ایرانی فارسی زبان بوده و بر غیر ایرانی اطلاق نمیشده است و تاجیک ها از قبیله تای عرب نیستن تای با ما چی؟ این نظری محیط طباطبایی است و در اسناد کهنه و نویافته خوتن یک زبان خوتنی است که و بس به زبان به اصطلاح سغدی وابسته بود سغدی چوکنی خوتنی خوب توجه کنید با اساس محیط طباطبایی کلمه صفت برای ایران گفته خود تاجیک ها از قبیله تای عرب نبوده در اسناد کهنه و نویافته خوتنی در سال 4 قبل المیلاد صورت تجیک خوب توجه کنید 4 پیش ترسایی قبل از میلاد نظری من نیست محیط طباطبایی صفحه شما یک بردن کتاب شما که در آمده که تجیک آمده است صفحه 104 108 113 یعقوب شاه صفحه 247 242 که تاجیکا را قوم آریایی نژاد خوانند
و بر این باور هستند که تاجیک نام جدید نژاد تمام آریایی و فارسی زبان نه بلکه قدیمی است. 4 قبل از میلاد واژه تاجیک آمده و ذکر کردن و نام در واژه‌های در زبان مانوی آمده و با کار رفته و اینا را 3 دانشمند است به کار. پس به اساس نظریات از اینا تاجیک‌ها آریایی نژاد و اصیل‌ترین مردم منطقه هستند. در دیوان لغات ترک، یک از کتاب‌های بسیار قدیمی دیوان لغات ترک است، کلمه تاجک با معنای تاجیک آمده است. این کاشغری در صفحه 466، دبیر ساقی در صفحه 152 ذکر کرده. یا اومد واژه تاجیک در زبان لغات ترک که قبل از میثاق قدیمی نشسته و کاشغری در صفحه 466 و دبیر ساقی در صفحه 152 ذکر کرده. که واژه تاجیک در لغات ترک، کتاب لغات ترک زبان قدیمی ترین کتاب زبان ترک است که در چین نوشته شده. در اینجا واژه تاجیک آمده با معنای قوم تاجیک است. پس ما چند سند واژه داشیر تاجیک پنداشتن، داجیک تاجیک پنداشتن و تاجیک تاجیک پنداشتن که در آثار قبلی چینی، آثار قدیم مانوی، آثار قدیم اوستایی و آثار قدیم، یعنی گپ امروز نیست. هر کسی که میگه که تازی عربی است ما حالا اونم سرش میایم بجای وقت دارم خیر است من امروز با اجازه شما میخوام جاتر صحبت کنم. خود در لغات دیوان ترک واژه تاجیک و تاجیک آمده و تاجیک به معنای تاجیک است. و گفته داعی الاسلام در فرهنگ نظام کتابش است. زیل تاجیک را نسل ایرانی و فارسی زبان و این را نام را مبدل تاجیک دانسته و از نسل تاجی عرب بودن و در میان عجم بزرگ شدن تاجیک ها را نادرست پنداشته است که داعی الاسلام خودش یک عرب است، زیر نام التاجیک و زیرت نشته کرده که تاجیک در افغانستان نشته کرده که عجم بودن ناصحی و نادرست است و اضافه میکنه تاجیک در افغانستان و ترکستان و فارسی زبانان در مقابل ترک گفته می شود. برای تلفظ تاجیک و جای تاجیک نگاه کنید یعقوب شاه صفحه 235 و 236. در آسیای مرکزی به عرب های ساکن در بخارا، سمرقند، نسف، ترمز، کولا و قبادیان که از بازماندگان عربای هستند که در حد کهن آمده و در آنجا ماندگار شدند تاجیک نمیگویند، عرب میگویند. این بسیار گپ معقول است. با گفته سمعانی عربای قبادیان از عربای قبیله تمیم بودند. قبادیان تاجیک نبودند. کور تاجیک گفته من نمیفهمم این نظریات مزخرف از کجا شده که تاجیک. این خواهش میکنم یادداشت کنید، منشور کنید و تمام توطئه‌گران و فریب خوردگانی که واژه تاجیک تاجیک میگن به گوشم برسونین و اینو بگید ما امید مفید گفتیم و این گپ مزخرف در پایان گفتن که گویا ما گفتیم که مادر قابیل تاجیک بود. این مزخرفات ما نگفتیم، این نشته ما افتیده میتونن دوستا بخونن و من مزخرف باز نیستم. و یک کس دیگه گفته که آلمان تاجیک هستن با این نظریات مزخرف ما نگفتیم، این نشته است و ما از ضرر در دفاع میکنم. بفرمایید یادداشت کنید و بر کسایی که علیه تاجیک میگن نمیگن مزخرف میگن ردش کنید. در آسیای مرکزی بعد عرب‌های ساکن در بخارا، سمرقند، نسف، ترمز، کولا و قبادیان که از بازماندگان عرب‌های هستند که در عهد کهن آمدند و در آنجا ماندگار شدند تاجیک نمیگویند. با گفته سمعانی عرب‌های قبادیان از عرب‌های قبیله تمیم بودند. تمیم با تاجیک پیوند نداره. صفحه 444 همچنین. اینا امروزه هم خود را عرب میدونن، تا حالا خود اونا تاجیک یا تاجیک نگفتن. من نمی‌فهمم این احمق کجا رذیل نشته کرده که تاجیک عرب است. اونا ببینید که خود سمعانی با جرأت میگه که امیان هم اونجا وجود دارن، اونا هیچ کدومش خود تاجیک نمیگن، خود عرب میگن. اگر زبان مادری خود را فراموش کردن، مانند تاجیک‌ها در فارسی زبان شدن و از عرب‌های بخارا فقط بخشی تا آغاز سده 14 شمسی یا 20 میلادی زبان مادری خود را حفظ کرده بودند، اما خود اونا عرب میگن نه تاجیک. مالک با واسه که فارسی صحبت میکنن میگه ما عرب هستیم، تاجیک نیستیم. نگاه کنید نسیمی 162 که این آوردن. طبق رسوم عرب‌های آسیای مرکزی پسران عرب حق ازدواج با دختران تاجیک را داشتند، اما پسران تاجیک نمیتونستند با دختر عرب ازدواج کنند. این هم قانونشان بود. کستوی به نقل از حمدالله مصطفی، کتاب نوشته حمدالله مصطفی تاریخ مسلم بسیار کتاب مشهور است، از بومیان فارسی زبان آذربایجان به نام تاجیکان یاد میکنند. از بومیان فارسی زبان آترپایپاتگان که حال شده آذربایجان با نام تاجیک یاد میکنند. کی؟ کستوی. صفحه 39 و 41. نیشی کورزاده صفحه 159. اینا 3 نفر گفتن که
بومیان فارسی زبانایی که در آذربایجان زبان فارسی هست و کار میره، اینا خود تاجیک میگن. خوب ببینید. برای ما هستن که مراد از تاجیک و تاجیک در کتب فارسی ادبا و ساکنان ایرانی مناطق ایرانی نشینی بودن و این نامی از ترکان به ایرانیان گذاشتن، نه خود ترک نمی گفتن. دبیر ساقی صفحه 159 158 میباشید. روند تشکل قوم تاجیک در 3 مرحله تاریخی و 3 منطقه جغرافیایی صورت گرفته است. حالا نامش واژه شناسی کردم. لیست شناسی واژه علمی است، کتابی است، با اسناد دادیم براتون، میتونید مراجعه کنید. هر کسی که هر نوع مراجعه میکنه که صفحات غلط میبینه من در خدمتش هستم، نقد کنه من در خدمتش هستم. کل از این کتابی است، علمی است و سند ذکر شده. روند تشکل قوم تاجیک. روند تشکل قوم تاجیک 3 مرحله داره، در 3 منطقه جغرافیایی صورت گرفته. نخست در دوره ساسانیان معذرت میخوام 226 تا 265 625 میلادی در شمال شرق خراسان. دوم در صداهای 1 و 2 قمری که 7-8 میلادی در ماورانهر. سوم در عهد سامانیان 261 تا 265 میلادی در قمرالمره و دولت بخارا. این ذکر از من نیست. نعمتوف صفحه 82 83 نیز نگاه کنید، هیدگال تاجیکستان. اینا ذکر کردن که در 3 مرحله در 3 جای ذکر شده. دوران جغرافیایی صورت گرفته دوره ساسانیان از 226 تا 252 در شمال شرق خراسان که افغانستان امروزی است. در صدای 1 و 2 قبل میلاد 7-8 میلادی در ماورانهر که امروز محکمه او را بخارا سمرقند و این مناطق میگیم. سوم در عهد سامانیان که در قلمرو و دولت بخارای کنونی مرکزشان بود اوجی صورت گرفت. یعنی 3 باری قوم تشکیل در شمال افغانستان، در ازبکستان، تاجیکستان، ترکمنستان و بخارا و سمرقند منطقه میشه. ترکیب قومی تاجیکان در هزاره یکم قبل از میلاد، در هزاره یکم قبل از میلاد، یعنی بسیار قدیمی است. عبارت از سغدی ها، وادی زرافشان، قشقر، دریا، حاشیه و میانه سید دریا، بختری ها، حاشیه سرگه و میانه جیهون، فرغانی ها، وادی فرغانه، سارتک ها، سارت ها، کنار دریای سید دریا، خوارزم، سکایی ها، صحرای آسیای میانه، نواحی کوهستان، تیانشان، الهی و پامیر چین. مرغیانیان و پارتاک از زبانهای باستانی ایرانی گفتگو میکنند. این نویسنده میر احمدی است، صفحه 241 242. نیز غفورو صفحه 3 و 31. همچنین بطلیموس و دانشمند بزرگ تاریخ شناس بزرگ صفحه 207 شمیز نظریه را گفته و جاوید صفحه 193 194. پس از نگاه بطلیموس، میر احمد، غفورو، جاوید، مردم تاجیک در مناطق مختلف فرغانه، سید دریا، شمال افغانستان امروزی، آسیای میانه و پارتا و زبان مناطق مختلف تشکل پذیرفتند که امروز اینمی تاجیک‌ها هستند. خب سند بعدی من در اسناد تورفان، شهر تورفان یا سبزوار امروزی که در ترکستان چینی قرار داره، در این منطقه اسناد اعتباری بسیار بزرگ به خط و کتابت بر روی کاغذ چیره چینی کاغذ در سال 150 میلادی توسط یک دانشمند چینی کاغذ کش در این دوران در شهر تورفان در کاغذها نوشته است. پایده آمده بختمان خراب نشده. سروده های معنوی متعلق به 1000 سال پیش است. کلمه تجگنی، خوب توجه کنید، در اسناد تورفان سنگ نوشته های دوران معنوی، آثار معنوی که در 1000 سال پیش است امروز از کلمه تجگنی آمده که صفتی است مشتق از نام تاجیک که معرف سخنگویان به زبان فارسی نوین بوده است. سندرمان صفحه 48 49 و 57. پس ما اسناد زبان معنوی را و شهر تورفان داریم که از او واژه تجگنی و تاجیک شده که من نمیگم. بری از گندر از یخن سندرمان دانشمند بگیرین که در صفحه 48 49 57 کتاب خود گفته که واژه تجگنی و تاجیک معنای تاجیک میده. کوانترین سند منبعی که از حضور تاجیکان در قلب آسیای مرکزی خبر میده تاریخ هرودت است. سده 5 قبل میلاد. چی گفتم؟ چرند گفتم؟ یا ما از دلم گفتیم؟ بفرمایید ببینید. او درباره از تاجیکان به صورت دادیکه و دادیکس نام برده است و در بخش 7 کتابش در سر میزان مالیات هر اقوام و طایفه دادیک صفحه 223 و انگام سخن از پوشاک اقوام و پوشاک سخدیا دادیکس ها اشاره میکنه و این میشه آنها با قوای چرمی و قداره و تیر کمان و نیزه مادی مسلح و از لحاظ لباس درخشان دنگین خود و چکمه‌ای که تازانی میرسه کاملا برجسته بودن. صفحه 376 کتاب هرودت در سده 5 قبل از میلاد
صفحه 376. قربان هر کس که مخالفت داره بفرمایه کتاب این ببینه و همین متن یک منشه کردن به اساس مالیاتی، به اساس لباس، به اساس پوشاک با سخدیا دادیکسا. دادیکس هدف از تاجیک است. نه تاجیک امروز به میان از جیب ما کشیده شده، نه تاجیک دیروز آمده. در سال پنجم سده پنجم قبل المیلاد هرودت که با اسکندر مقدونی الکساندر دیگروس آلمانی میگنش آمده بود، یه آدم نشته که تو واژه دادیکسا را لباس دادیکسا و سخدیار اشاره میکنه، میگه که قبای چرمی قداره و تیر کمان و نیزه مادی مسئله و لباس درخشان رنگین خود و چکمه که تازانو میرسه کاملا برجسته بود. این لباس ما شماست. با گفته پیرنیا، دادیک یا دادیکسا پیشینی های تاجیکان قرون بعد بودند که اکنون هم در بخارا با حدود سکنه دارند و ادب شمال افغانستان هم است. صفحه 733 یک نیز لغتنامه زیل دادیکس. هر یک واژه دادیکس است، به دادیک و وقت دادیکس یا دادیکه گفته ادبش تاجیک است. این من نمیگم، اون پیرنیا در کتاب ذکر کرده، صفحه 1 و 733 است. سند بعدی واژه دادیک پسوند ترکیب یافته با این ایک از دو بخش داد و معنی عدالت ها و یک و پسوند امروزی هم واژه بسیار در زبان تاجیک به کار می‌رود، مانند خندانیک، زندانیک، مردانیک و امثال از ما شما در زبان کابلی خود بچگک، مردک، دخترک، حقی ما ایک یک است که ما پس تغییر دادیم به زبان ما، یعنی وابسته به یک بس ما شما مردک که میگیم هدف مرد دک است، مردک زبان کابلی مردک بچگک، دخترک، اک از صمیمیت از محبت گفته میشه. و این پسوند دادیک و اک کاملا وابسته بودن با دادها است. یک تعریف است که به اصطلاح ذکر شده. واژه دادیک پسوند ترکیب یافته است با ایک از دو بخش داد به معنی عدل دخواه، هم تاد بوده هم داد. دادیکسا یعنی دادخواهان که نام پیشدادیان هم از می آمدن و تاج هم دیهم یا هر کی سر میزنه. این دو معنی داره واژه تاجیک، دادیک و تاجیک داره. میتونه دادیک تاجیک شود، تاجیک دادیک باشه. پسوند دارد. این نظریه را شکل کوتاه میشه تاجیک گردون به اصطلاح آدم ما لغزانی که چسبانی که اینا هم داریم که این به اصطلاح دهلوی 62 یعقوب شاه آورده ذکر کرده از شمار قبیله تاجیکانی که در سیستان و سر میبرن و نام باستانی خود را حفظ کردن. قبیله دادی نیز است. هنوز هم در دایره معارف ذکر شده کلمه دادی یا دادی ها دادیک ها آمده، یعنی یک نام از تاجیک است، دیهم تاج است و یک نامش دادیک است. او را دادیکسا و ذکر کرده بود دانشمند که من پیشتر نامش گفتم بکلیموس و ابو تلفن من مکمه کواسم پراگاندا سو کسی شکل بچیم که گپ بزن کنه ما پوزیشن میفهمستم. با در اسناد طرفان هم ذکر شده، در اسناد به اصطلاح بکلیموس ذکر کردم، در اسناد مختلف آمده. من کم پیش میرم با اجازه شما. قومی رو هم به نام تور یا سکایا در آسیای مرکزی به سر می‌بردند، از نیاکان تاجیک دانستند، یعقوب شاه گفتند. در بخش‌های از آسیای مرکزی دولت‌های به سر کار بودند که تاجیک به شمار می‌رفتند، مانند غوریان صدای 4 تا 6 میلادی، در افغانستان کارت‌ها صداهای 7 تا 8 میلادی، در هرات سربداران، در سمرقند دولت تاجیکا، در درواز و نج هم کلشون تاجیکا هستند. در شرق تاجیکستان کنی مسلمانان قبادیان هم ذکر شد. در تشکل قوم تاجیک بسیاری از تبارها جمله کوچانیان، تخارها، ترکها و عرب‌هایی که از روزگار کهن به آسیای مرکزی رفتن و ماندگار شده بودند سهم داشتند. همچنین قوم‌های دیگر نیز مانند قلچه‌ای، پامیری، پشیار، آزمولین‌ها نیز در شکل بندی این قوم وجود دارند. این یک کسی از به نام بابایوف صفحه 49 جاوید رو ترجمه کرده 190. بابایوف کتابای خوبی داره. این میز نشه کرده که این تشکل تاجیک‌های نزی اقوام است. نظر از او است. هم از بودن سرزمین‌های این اقوام و داد و ستودهای اقتصادی آنها قرار داشتن در مسیر جاده ابریشم و مشترکات فرنگی زمینه این تشکل قومی به نام تاجیک را فراهم آورده است. باز نعمتوف، غفوروف، رضا و قریب و چندین کتاب منصفات چند براتون میگم. نعمتوف صفحه 44، غفوروف صفحه 552، رضا صفحه 201 و قریب 247. مرکزهای فرنگی بخارا، سمرقند، بلخ، مرد، نوشهرپور، هرات، کابل، خوجند، اسخیت، پنجپید، لیک و ترمز در تشکل قوم و زبان تاجیکان نقش مهمی داشتند. اثر ببینید. بخارا، سمرقند، بلخ، مرد، نیشاپور، هرات، خوجند، اسخیت، پنجکت که چیز ما شما را روز میگن منطقه فرنگه، هلبک،
ترمز، کابل در تشکل قوم تاجیک نقش مهمی داشتند. بارتولد صفحه درباره تاجیک‌ها صفحه 17. امیران سامانی در حفظ استقلال قوم و زبان فارسی دری کوشیدند. سامانیان فرهنگ را ابزار سودمند به نگهداشت قومیت می‌دانستند تا آنجا که گفتند که اگر در زمان سامانیان زبان فارسی نوین زبان گفتاری و نوشتاری مردم نمیشد، ایرانیان عربها عرب میشدند. مسلمانان قبادیانی تاجیکان صفحه 35 صفحه 42. از تاجیکان آسیای مرکزی در تاجیکستان و ازبکستان به سر میبرند. باقی مانده در افغانستان هستند که تشکل بزرگ را در منطقه تاجیکا ایجاد کردند. کسی به نام تاجیک زاده صفحه 282 332 333 کتاب گفت. مرکز عمده جمعیت تاجیکا در افغانستان شامل دشت‌های کوهدامن در شمال کابل، دره پنجشیر، بدخشان، این کسی به نام کابلس گفته. تاجیکان افغانستان در توسعه مرز ایران افغانستان پارسیوان یا فارسیبان و در شرق و جنوب افغانستان به نام دیخان و دهوارها مشهور بودند. ما در کابل پارسیوان میگفتیم. واقعا این صفت پارسی و پارسیوان بیشتر با هم میخورن. هم تاجیک میگفتیم و هم پارسی و پارسیوان میگفتیم. رایی را نگاه کنین، دهاتی افغانستان رابینو. بیشترین اهالی ناحیه غربی از سرآباد را تاجیک میدانند. صفحه 110 رابینو. در فرجام باید خاطر نشان ساخت. خوب توجه کنید. در فرجام باید خاطر نشان ساخت که تاجیک ها مردم پیشور و پرتلاش هستند، با زادگاه خود عشق می‌ورزند، با آن پیوند نابستانی دارند. بیشتر آنها کشاورزند، روی زمین کار میکنند، میکوشند تا زمینهای مرده را احیا و سرسبز سازند. در هر جایی که تاجیک زندگی میکند آثار و بقایا از کشاورزی و انواع گیاهان پربار و ارزشمند دیده میشود. بر وفا کردن بر عهد، داشتن روابط دوستانه با مردم و حفظ روابط خویشاوندی با حسن معاملت تاکید دارند. نوبهار صفحه 218 232 تعریف نیست ما بتام. این در نوبهار داده. این قوم توانسته است با سخت‌کوشی راه پیشرفت خود را طی کنند، طی قرون متواری هموار کنند. مس اف همانجا. هرگز هویت فرهنگی و زبانی خود را از دست ندهند. صدیقی 235. مردم بومی تاجیک شهرهای مختلف بیشتر به هراتی، کابلی، سیستانی، بدخشانی، بخاری، سمرقندی، خوجندی و جز اینها شهرت رفتند و این شهرت بقای نام و هویت تاجیکان هستند. این بود کوتاه نگارش در مورد واژه تاجیک که ما خدمت شما عرض کردم. ما در خدمت شما هستم، پرسش‌هایتان پاسخ میدم. خواهشمند هستم که یادداشت گرفته باشین و هر کسی که در مورد هویت تاجیک سوال عربی بودن، سگ تازی بودن، این مزخرفات مطرح میکنن، بگوین شما لطفاً کتاب بخونین، آثار مراجعه کنین. من لیست فهرست تمام مضامینی که براتون دادیم در روز رفتیم. فرمان شاهنشاهی خامنه‌ای تالیف زفنار شهرشاد 164 واژه گروندی چر نوع پرسش تومولوژی است. واژه بنداشتن 118 بارتولد تاجیکان روی قمی رحمت سعیدی و فهرست کسایی که در کتابای داشت. ما منتظر پرسش‌های شما هستم. ما امیدوار هستم که در خدمت شما قرار دارم.